خونه نزدیک سوارکاری بود. صدای کورس هر هفته خونه رو میگرفت. حس میکردم تموم اسبا دارن توی تموم اتاق میتازن. صدای کورس شده بود صدای خونه، صدای تاختن اسبا تمام ذهن و جونمو میگرفت. وسط اون هیاهو صداش میکردم امید. با خودم میگفتم الان منو میشنم، الان یاد من افتاده. دستامو بالا میبردم و با دار خیالی نقش میزدم، گره میزدم، شونه میزدم. هوا پر از نقشای من بود، پر از گره هایی که برای دار قالی میزدم. دستام میچرخید و انگشتام توی هوا تاب میخورد. چنگ میزدم روی نخا، صداش